خبرگزاری فرانسه گزارش مشروحی به همراه تصاویر متعدد از حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در محل مجلس ملی فرانسه و حمایت اکثریت نمایندگان این مجلس از راه حل سوم خانم رجوی مخابره کرد. این خبرگزاری نوشت: روز چهارشنبه بیانیه‌ای برای تغییر دموکراتیک در ایران که توسط 290 نماینده مجلس فرانسه به امضا رسیده است، در محل مجلس ملی و با حضور نمایندگان مجلس انگلیس و اروپا به مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت، ارائه شد. این بیانیه که به ابتکار ژان پیر برار، ژرار شاراس، ژان فیلیپ مورر و پاسکال تراس تهیه شده و به امضای نمایندگان مجلس از همه احزاب رسیده، نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کند. شرکت کنندگان در کنفرانسی که در کاخ بوربون مقر مجلس ملی فرانسه برگزار گردید، همچنین خواستار خارج ساختن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. آقای برار در حالی که کنار مریم رجوی نشسته بود اعلام کرد: ما در چارچوب ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا در این جهت عمل خواهیم کرد. مریم رجوی از این حرکت نمایندگان فرانسه به عنوان حرکت بسیار با ارزش مردم فرانسه در حمایت از مقاومت ایران نام برد. آقای برار که نماینده مجلس از استان سن سندنی می باشد اضافه کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که سیاست مماشات در قبال رژیم ایران هیچ حاصلی نداشته و مواضع دولت‌ها بیش از حد آغشته به بوی نفت می باشند. خبرگزاری فرانسه افزود: خانم رجوی که معتقد است اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران برچسبی برای معامله با رژیم آخوندهاست، اظهار داشت نام مجاهدین خلق ایران باید از لیست اتحادیه اروپا حذف شود. پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت: بین جنگ و مماشات یک راه حل سوم برای تغییر دموکراتیک در دسترس است. خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود گفت: نمایندگان مجلس انگلستان که در کنفرانس حاضر بودند، اتحادیه اروپا را به پیروی از نمونه انگلستان فراخواندند که در پایان ماه ژوئن و در فردای رأیگیری در پارلمان این کشور نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. برایان بینلی نماینده مجلس عوام انگلستان ابراز نظر کرد که من فکر می‌کنم این مبارزه‌ای است برای همه آزادی‌ها. وی گفت پایه قانونی برای حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا وجود ندارد. خبرگزاری فرانسه در توضیح تصاویر نیز نوشت: رئیس جمهور اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی در 16 ژوئیه 2008 در پاریس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. این کنفرانس مطبوعاتی پس از ارائه یک بیانیه در مورد تغییر دموکراتیک در ایران که به امضای 290 قانونگذار فرانسوی رسید برگزار شد. ژان پیر برار و ژان فیلیپ مورر نمایندگان مجلس فرانسه به همراه رئیس جمهور اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی در 16 ژوئیه 2008 در پاریس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. هفته‌نامه فرانسوی پاریماچ با عنوان 290 نماینده مجلس فرانسه خواهان یک تغییر دموکراتیک در ایران نوشت: روز چهارشنبه بیانیه‌ای برای تغییر دموکراتیک در ایران که توسط 290 نماینده مجلس فرانسه به امضا رسیده است، در محل مجلس ملی و با حضور نمایندگان مجلس انگلیس و اروپا به مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، تقدیم شد. پاریماچ پس از اشاره به اینکه امضا کنندگان این بیانیه از فراکسیون‌های مختلف مجلس فرانسه بودند افزود: حاضران در کنفرانسی در کاخ بوربون مقر مجلس ملی فرانسه برگزار گردید، همچنین خواستار خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.